بعضی علمای ما تعویض هم دمی جمله داخل کرده به خاطری که در گردنا وزان میکنه و یا مطلق تمیمه سرش میشه، از او خاطر میگه نارواست. اما بعضی علما در مورد تعویض تفصیل میکنه. تعویض میگه دو قسم است. یکی تعویضی است که بنابر شرایط جایز است، یکی تعویضی است که اگر شرایط پیدا نشد ناجایز است. کدام تعویضی که شرایط داره که رواست کدام است؟ میگه تعویض توسط آیات قرآن یا کلماتی که از پیغمبر علیه السلام ثابت شده باشه، اذکار و حدیث از او کلمات باشه. یک شرطیشی. دوم شرطیشی است که عقیده تاثیر امی کلمات نداشته باشه که امی کلمات مرا نگاه میکنه یا مرا شفا میده، بلکه عقیده بالای کی داشته باشه؟ الله تبارک و تعالی. و این سبب و وسیله بدانه، اصل مؤثر ندانه. دو. سوم شرطیشی است که نمیره برای کلانان نباشه، برای خردا باشه. یعنی به بچهای خردی که کلمات خودش یاد کرده نمیتونه، از او خاطر توی را تعویض برش میکنی. چهارم است شرطش که در جاهای گنده و نعوذ بالله نجس نگرده یادم، چرا که پیغمبر علیه السلام نقش مبارک مهرش محمد رسول الله بود. وقتی که داخل تشناب میشد او را چی میکرد؟ از انگشت خود میکشید اونجا میماند. از او خاطر رعایت ادبی امی گپا شود. ولی با تاسف که امروز میبینیم امی چهار شرایط در چهارش تالی را در ذهن مردم باقی نیست. یکی خویسته که یا تعویض برای خردا نمیکنه، خرد و کلانی تعویض میگیره. دوم بمو چیسته عقیده داره که همین تعویض آدم نگاه میکنه. سوم در جاهای خراب میره. او چهارم کلانایی را استعمال میکنه. یک وجه دیگر هم محدثین بیان میکنه که اگر ما تعویض روا بکنیم دروازه برای جادوگرها باز میشه. پیش جادوگر کی بری که چرا جادو میکنی؟ میگه نه ما تعویضی چی نمیکنم، بگه تعویضی برای دندان دردی و گپا را میکنم. از او خاطر برای دروازه بند کردن جادوگرها باید تعویض بند شود. در حدیث مرفوع از پیغمبر علیه السلام تعویض نقل نشده. تنها در یک اثر یک صحابی است عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه، او برای تفلکای خرد خود دعا را نوشته کرده بود که اعوذ بکلمات الله التامه من شر کل شیطان وهامه و عین اللامه. اینطور کلمات نوشته کرده بود و این برای خردان باید گفته شود اگر قابل تلفظ باشه این را بگوید، چرا که خیلی مفید و تاثیر داره. از او خاطر این مردم ها این شرطا را میگذاره، میگه اگر این شرطا پوره شد تعویض درست است، اگر پوره نشد تعویض نادرست است. خلاصه سخن است که تعویض به هیچ وجه عالی فتوا داده نشود، به خاطر که مردم این آیات ها را توهین میکنه، تحقیر میکنه و در گناه خود آدم قطع شامل میشه. از او خاطر چیست مسئله چی را تعویض یا بیان کرده. بهتر است که انسان در گردنهای خود تعویضا همین قسم کلمه دارا این چیزا را آویزان نکنه، چرا در جاهای گنده و خراب هم میره. و دوم است که اگر چیست چی میگه کجا رسید، اگر این استعمال میکنه دروازه برای دیگران باز میشه و ما هم نعوذ بالله در این جمله باز شریک میشیم. از او خاطر علما به طور قطعی منع میکنه که تعویض نوشته نشود. راستی هم یک تعداد مردم بعضی کلمه دارا و گپا را در گردن میزان میکنه، او قطع بدن تماس میکنه. تماس قطع بدن از این کلمه آیت الکرسی، سوره اخلاص، هر کدامش که باشه این خو حرام است، قطعا حرام است. و یکی عقیده مردم اکثر داره که این ما را نگاه میکنه، مثل دریورا واره که در موتر خود یاسین شریف افتای کلا را مانده می باشه، عقیده داره که ما را نگاه میکنه. این قطعا نادرست است، صحیح نیست. چرا؟ پناه دهنده و نگاه کننده کیست؟ الله تبارک و تعالی است. دیگه موضوع در مسئله اعوذ بالله است که از چی چیز پناه جسته میشه. وقتی که به الله پناه میبریم اعوذ بالله میگیم، از چی چیز پناه میبریم؟ در دو سورت اخیری قرآن کریم خو اونجا الله تبارک و تعالی در یک سورتش میگه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. اونجا از شر ما خلقم پناه جسته شده، هر چیزی که در مخلوقات شر باشه. و دیگه خصوصا کسایی که سحر و جادو میکنه، دمای غلط میکنه، از اون پناه جسته شده و از حسد هم پناه جسته شده. سه چیز در قل اعوذ برب الناس ملک الناس از شر وسواس پناه جسته شده. در دیگر دعاهای پیغمبر علیه السلام
مختلف چیزا آمده. دین آمده که قرض کسی سرش باشه، از فقیری پناه جسته شده، از عذاب جهنم، عذاب قبر، از چی فتنه زندگی، از فتنه مرگ، همچنان از چی؟ از اینکه گمراه شوی، از اینکه کسی را گمراه کنی، از اینکه جاهل شوی، از اینکه کسی سر تو جهل بکنه، از چیستا این قسم، از خبث و خبائث، از شیطانای ذکور و اناث پناه جسته شده. در مختلف دعاهای پیغمبر علیه السلام کدام چیزایی که از او پناه جسته میشه او ذکر شده. از او خاطر مجموعه از چیستا کدام چیزی که خود ذاتاً شر است و کدام چیزی که ذاتاً شر نیست خود شر قطعش امراست. از کل شرور پناه جستن به سوی الله تبارک و تعالی است. اینمی چیزا که پناه جسته میشه ایرا مستعاذ چیستا منهو میگه. برای کدام چیزا پناه جسته میشه؟ در آیات قرآن کریم برای تلاوت اعوذ بالله گفته شده، برای درسای قرآن کریم اعوذ بالله گفته شده. و کسی که دعوت دین میده اعوذ بالله را بگوید، به خاطری که شیطان خیلی وسوسه ها میکنه، شیطان دفع شود. مستعاذ کی است؟ از کی طلبی پناه میشه؟ غیر از الله کسی دیگر مستعاذ نیست. او چیستا دیگه مستعاذ منه چیست؟ یعنی از کدام چیزی که پناه جسته میشود مستعاذ منه از او طلب. کی مستعیذ کیست؟ مستعاذ خو الله تبارک و تعالی شد. مستعیذ پناه جوینده ای از پیغمبر گرفته کل بندگان الله تبارک و تعالی است. پیغمبر هم پناه را از الله میخواست و بندگان الله تبارک و تعالی غیر از پیغمبرم پناه را از الله تبارک و تعالی میخواه. این بحث اعوذ بالله ماست. ترجمه شی طور است؟ اعوذ بالله پناه میبرم یا پناه میگیرم به الله تبارک و تعالی من الشیطان الرجیم، از شر شیطان رانده شده. شیطان در اینجا چون خیلی زیاد مداخله میکنه که مردم با قرآن تعلق نداشته باشه، از او خاطر اونجا اعوذ بالله را اما قرین با امرای شر شیطان و چی است از او هم پناه برده شده که در وقت تلاوت قرآن یا در وقت تدریس قرآن وسوسه میکنه. یعنی چی است؟ یعنی کسی که استعاذه طلب میکنه مستعیذ کلگیست. حتی پیغمبرم در اینجا احتیاجات به الله داره که الله او را نگاه بکنه، بغیر از او خود نگاه کردن نمیتونه. اینی بخش استعاذه بود که اعوذ بالله در سر قرآن گفته شود. دیگه اختلافات هم خیلی زیاد است، مسائل کوتاه‌تر میگیریم. پس برای ما و شما واضح شد که تعویض هم بهتر است که آدم استفاده نکنه. اگر استفاده میکنه مراعات و شرایط بکنه، در غیر از اون نادرست است. و چیست دم و تارا را کنجتا را در گردن و در دستا کردن، این به طریق مطلق نادرست و نارواست. هیچ کسی کارا را نکنه، الله نگاه کنه. چیزی تارا مارا را در گردن آدم نندازه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوم چیزی که در درس قرآن کریم پیش از تفسیر برای ما ضروری است مسئله بسم الله است. در بسم الله الرحمن الرحیم هم تشریح زیاد نمی کنیم. این هم به نزد بعضی علما سنت است و بعضی علما خیلی ضروری میدانه. قول راجح است که سنت است. خب بسم الله چی است؟ آیت هست یا نیست؟ کل علما اتفاق داره که بعضی آیت هست. چرا؟ بعضی آیت سوره نمل است. زمانی که سلیمان علیه السلام خط و ملکه یا پادشاه بلقیس سبع نوشته کرده به نام بلقیس، در اونجا سلیمان علیه السلام در خطی طور نوشته کرده انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. اینی قدر گپ نوشته کرده بسم الله جزء آیت شده، پوره آیت هم نیست. چرا؟ پوره آیت انه من سلیمان قطعش آمده. خب همین جزء آیت هم آنقدر تاثیر بزرگ بالای ملکه بلقیس داره که هیچ چیستا ملکه سبع داره بلقیس که هیچ پرسان نکن. زمانی که خط مشاهده میکنه زنی خیلی هوشیار بوده، درک کرده که خط همونطور خط عادی نیست. از او خاطر مشوره از وزیرا و کلانای خود طلب کرده که چی معامله را انجام بده. وزیرا قوت خود دیده، نیروی خود دیده و سنجیده، فکر میکنه که ما خیلی تنومند هستیم، قوت داریم. کسایی که جدید پیدا میشه ما را به کدام طرف دعوت میده و جلوگیری ما را نمیتونه. از دو خاطر مشوره جنگ برش میده. لیکن زن خیلی هوشیار بود، گفت نه طور نمیکنیم. اول امتحان میکنیم که کسی هست که دعوت به سوی دین الله میده یا نه که دعوت به سوی مادیات پرستی میده. سوغاتا را قطع قافله روان میکنه. سلیمان علیه السلام نمیگیره، به قافله میگه که ما زیاد داریم.
خب لیکن ما اینی چیزا را مطالبه داریم. بازو زن فهمید که این آدمی نیست که پاچا باشه منطقه را تسخیر کنه، بلکه این حامل یک پیام است. یک پیام قطعی خود داره، باید ما او پیام بپذیریم اگر معقول بود، اگر نبود نمیپذیریم. از او خاطر قطعی درباریای خود یک بلک لشکر آمد، به سلیمان علیه السلام تسلیم شد و ایمان آورد. این ملکه را الله تبارک و تعالی در قرآن هم ذکر کرده. و آل اینجا هم چیستا بسم الله الرحمن الرحیم در سر قرآن کریم ذکر میشه. آیا این آیت مستقل هست یا نه؟ یک تعداد علما میگه که قطعی هر سورت یک آیت سوره فاتحه هم است. به این نسبت باز آیات های قرآن کریم خیلی زیاد ها میشه. و بعضی میگه نه، تنها از سوره فاتحه جزش است، از دیگه سورت ها جز نداره. یعنی از سوره فاتحه جزش است، 7 آیت در وقتی تکمیل میشه که بسم الله را بگویی. در انعمت علیهم وقف نمیکنی، اونجا همینطور مسلسل روان میباشی، به خاطر که 6 آیت شود یک آیت بسم الله شود. این قولم تقریبا دلایل قوی داره، احادیث آمده. قول دیگه که او خیلی راجح است، او قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، احمد بن حنبل رحمت الله علیهما، و میگه که نه، بسم الله یک آیت مستقل است، برای جدایی آوردن در بین دو سورت نازل شده. از این خاطر این بر علاوه که جزء آیت سوره نمل است، یک آیت مستقل برای فصل جدایی آوردن در بین دو سورت ها است. از این خاطر این آیت مستقل هست. این قول راجع هم است. الله تبارک و تعالی شاید به این مطلب ای را روان کرده باشد. خب دوم مسئله در بسم الله است که بسم الله الرحمن الرحیم که ما میگیم این چی فایده داره؟ الله تبارک و تعالی چرا آغاز ترجمه قرآن کریم هم توسط بسم الله و همچنان تمام اموری ما و شما پیغمبر علیه السلام امر کرده که آغاز شروعش به بسم الله شود؟ چه حکمت است که ما بسم الله را میخوانیم؟ اینی گپ خیلی مهم است. در بسم الله، بسم الله گفتن در حقیقت اظهار بندگی و عاجزی را به الله تبارک و تعالی کردن است و جور کردن تمام اعمال خود عبادت الله. یعنی یک چیزی که امر طبیعی است، لیکن تو میتونی قطع بسم الله او را عبادت جور بکنی و موجب ثواب بگرده. از او خاطر بسم الله اهمیت داره. اول یک نقطه را براتون میگم، از اون نقطه باز کلی گپای دیگر را خود قیاس کرده میتونیم. ما زمانی که برای خوردن میشینیم بسم الله میگیم. چرا میگیم؟ به خاطر که فرق در بین مؤمن و کافر شود. یکی و اظهار عاجزی خود به الله تبارک و تعالی میکنیم. چرا اظهار عاجزی را برای الله میکنیم؟ به خاطر که وقتی ما بسم الله میگیم برای ما واضح میشه که یا الله تبارک و تعالی کدام لقمه که ما جور میکنم در انگشتای خود میگیرم میخورم، این را اگر احسان تو نمی بود، استعانت و کمک تو نمی بود، من نمیتونستم امی لقمه را بسازم. چرا؟ به خاطر که به خاطر ساختن لقمه تمام کائنات الله تبارک و تعالی دخیل است. فضا دخیل است، آب و هوا دخیل است، آب دخیل است، زمین دخیل است، آسمان دخیل است، آفتاب و مهتاب دخیل است. آینگر بگوی نجارو، نانبایو، آتشو، چوبو، این کلی گپا دخیل است. چرا که یک لقمه را آدم به دست میاره باید زمین بکاری، در اونجا دانه را چی بکنی؟ پنهان کنی، قلبه کنی، بعد از او خوشه بکشه، پس از او همونطور نمو بکنه و بعد از او دانه بگیره، بعد از او خرمن کنی، پس از او بازار کنی، پس از او در تنور پخته شود تا که لقمه برای تو تیار شود. اگر الله احسان نمیکرد، وظایف به هر کس علیحده تقسیم نمیکرد، یک نفر اوله میکرد که تو برو برای خود لقمه نان تیار کن، یک نفر هیچ چیز نمیتونست. امی لقمه نان قطعا تیار کردن نمیتونست. چرا؟ به خاطری که اول خود تو مهارت دیقانی را داری یا نه؟ یوغ از کجا میکنی؟ اسپار از کجا میکنی؟ به گواه ضرورت داری. اگر اون نباشه ماشین قلبه خود ضرورات خیلی زیاد داره. مبلینش از کجاست؟ تیرش از کجاست؟ پرزهایش از کجاست؟ کی را جور کرده؟ کارخانه از کجا شده؟ کارخانه چقدر وسایل کار داشت؟ او را از کجا کردی؟ آیینش از کجا کردی؟ آلی تو چه رقم میتونی که تو یک لقمه نان جور بکنی؟ کدام رقم کار میتونی؟ برو از یک طرف هم بالکل بیکار باشی. یعنی از یک طرف تو بالکل بیکار. مثلا چیستا یک جهت پخته کردن نان یا آرد کردن سری تو نباشه، امی دیگر هم میتونی به تنهایی کلی اعمال انجام بدی؟ نه. لقمه که تیار میشه
دانه در اونجا میره سالم. الله تبارک و تعالی او را تیغش میکشه. بعد از او تیغ تو دهقان حفاظتش میکنی از مال و از این گپا. بعد از او که کمی کلان میشه تقویت میدی او را. اونمو نقطه را تو قوت میدی. چیستا؟ برش کوٹ میدی او را تربیه میکنی، نشو نمو میکنی. دا زرد شدنش، دا پخته کردنش، ام آفتاب دخیل است، ام محتاب دخیل است، ام هوا دخیل است، ام آب دخیل است، ام زمین دخیل است. کلی از یک نفر نمیتونه یک لقمه را جور بکنه. خو الله تبارک و تعالی استعدادا را متفاوت پیدا کرد. هر کس مطابق استعداد برای خود وظیفه انتخاب کرد. یکی نجاری میکنه، یکی موتر چالان میکنه، یکی تیل فروشی میکنه، یکی مبلینه، یکی مستریس میندازه. اینا الله تبارک و تعالی بینمی سیستم حاجات انسانی را یکی با دیگه مربوط ساخته و چیستا یک لقمه جور شدن برای انسان سهولت و آسان شده. چرا که هر کس در وظیفه خود امر خود پیش میبره تا که لقمه جور میشه. پس اینجا معلوم میشه که مسلمان وقتی در بسم الله میگه در وقت لقمه خود اظهار ازیره میکنه که یا الله تبارک و تعالی اگر تو احسان نمیکردی، استعانت و کمک نمیکردی، ما این کامیابی برام حاصل نمیشد. یعنی این لقمه برای ما جور نمیشد، این طعام قابل استفاده برای ما نمیشد. خود تو احسان کردی، مردم معذب کردی. کافرم هم لقمه را میخوره، مؤمنم. مؤمن لقمه خدا یک دم عبادت کرد. چرا؟ اظهار عاجزی کرد و این اعتراف کرد که الله ما توان نداشتم، احسان توست. این لقمه را که ما میخورم این احسان توست، ما خودم توانایش نداشتم. از او خاطر تو اظهار بندگی کردی. کافر نمو قسم شروع کرده، نمیفهمه که لقمه را کی جور کرده، به احسان کی جور شده. از همون خاطر است که فرق بین کافر و مؤمن بین یک بسم الله گفتن میشه. حالی اگر ما بخوایم تمام شؤون و امورات زندگی خود عبادت جور کنیم، فقط بسم الله. بسم الله این معنی که ما الله را فراموش نکردیم. اگر ما از خانه میبریم بسم الله، اگر داخل میشم بسم الله، مسجد داخل میشم بسم الله، میبریم چی؟ بسم الله. همه حرکت ما، کردار ما آغاز یا شروعش توسط بسم الله شده. از او خاطر کلی حرکت و فعل ما را الله تبارک و تعالی در چی حساب میکنه؟ بگوی الله تبارک و تعالی احسان کرده، در عبادت حساب میکنه، الله برات اجر میده. پس وقتی که در عبادت حساب میکنه توسط یک بسم الله گفته میتونیم که بسم الله خاک زر میگردانه. میگردانه نمیگردانه؟ بله، اگر خاک باشه زر میگرده. یک انسان تنها و تنها نعوذ بالله دور از مسجد در قضای حاجت میره، لیکن قبل از اینکه داخل تشناب میشه در یادش میاد پیغمبر علیه السلام چی گفته؟ اول بسم الله گفته، بعد از چی گفته؟ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. امور طبیعی تو عبادت جور میشه، الله برات اجر میده. تو انسان الله آگاه میسازه، تو اظهار عاجزی میکنی که یا الله ما بنده توستم، در اینجا بنده توستم، در بازار که دکان دروازه شواز میکنم بسم الله میگم، اونجا بنده توستم، در مسجد که میرم بسم الله میگم بنده توستم، در هر معامله خود بنده توستم. معلوم شد که مؤمن چقدر نیاز و ضرورت به کی داره؟ به بسم الله داره. او بدون استعانت و توفیق الله هیچ کاری شده میتونه؟ بگه شده میتونه؟ نمیتونه. از او خاطر مفسرین نوشته میکنه که با برای استعانت است. اگر برای استعانت بگیریم معنایی میشه که الله ما را مامور میسازه قولوا بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بگوی با کمک و استعانتی که نام الله تبارک و تعالی هر کاری را که اراده داری شروع میکنه. یعنی ما مامور هستیم که در شروع هر کاری خود به نام الله تبارک و تعالی شروع کنیم و بسم الله بگوییم. پس مؤمن به بسم الله بسیار نیاز داره و بسم الله است که هر عمل از زیر عبادت جور میکنه، موجب ثواب میسازه و توسط از اظهار بندگی و عاجزی برای الله تبارک و تعالی میشه. از همون خاطر است که مؤمن در کل شؤون زندگی خود به کی ضرورت داره؟ بسم الله. خواب میکنی، اگر از خواب بیدار میشی، اگر در کدام چیزی دست میزنی، کلی از بسم الله است. از او خاطر بسم الله از فواید دیگری که داره است. کسی که شب باشه آب میپرته، از بیرون از خانه میشی، قدم میگذاری، در ویرانه ها و در جاهای خرابه میری، اگر بگوی باز دیگه کلی چیزا مسئول میشه، جنیات منیات در اونجا آمده نمیتونه. از همون خاطر از پیغمبر علیه السلام میگه شام وقتی دروازه تان هم پیش میکنه چی باید بگوی؟ بسم الله بگوی. حتی زن سیاسر
زمانی که سرپوش دیگ خدا سر دیگ میگذاره چی باید بگویه؟ بسم الله بگویه. شیطان در اونجا باز چی نمیتونه؟ بگویه داخل شده نمیتونه. در یک موقع پیغمبر علیه السلام سری چیز سوار بود، سری شتر یا اسب سوار بود. او یک کمی چی کرد؟ ما ټکور میگیم، یعنی پایش بند شد قریب که حیوان پیغمبر علیه السلام بندازه. باز یک صحابی گفت که چی هست؟ لعنت سر شیطان باشه، تعس الشیطان، هلاک باشه شیطان. پیغمبر علیه السلام میگه که گپ نزن، اینطور گپ نزن. چرا؟ وقتی که اینطور گپ بزنی شیطان دیگه هم قوی میشه، دیگه هم خوش میشه. کسی کو مردم ها از ما حراس داره و مرا میگه که هر کار شیطان میکنه. نه، شما وقتی که اینطور گپ میشه بسم الله بگید، به خاطر که وقتی بسم الله را میگه شیطان آنقدر ذوب میشه، خرد میشه که دیگه چیزی باقی نمیمانه. از همون خاطر است اگر حتی مسئله بسم الله در بسیار امور زندگی ما و شما در دعای اذکار آمده که در اونجا بسم الله گفته شده و او را یاد بگیریم. ثمره و نتیجه بسم الله گفتن چیست؟ توحید در استعانت. ما در طلب کمک خود فقط و فقط کمک از کی میخوایم؟ از الله، که در ایاک نستعین انشاءالله تشریح میشه. البته این استعانت ما تحت الاسباب نمیگه، چی را میگه؟ ما فوق الاسباب. در اینجا استعانت تنها از الله تبارک و تعالی طلب میشه، نه از کسی دیگه. پس وقتی کمک در بسم الله همین درس برای ما داده میشه که ما کمک از الله طلب بکنیم. خیر چرا مردم ما از قبرها طلب میکنن، از بزرگا و اولیاء طلب میکنن؟ اینجاست که قطع بسم الله عقیده تو در تکر میشه اگر حقیقت بسم الله را ندانی. بای بسم الله که برای استعانت شوه معنی میده که خاص به نام الله تبارک و تعالی چی میکنیم؟ بگه استعانت طلب میکنیم، کمک طلب میکنیم. یک موضوع. اگر برای الصاق بگیریم یا مصاحبت پیوست بودن، معنیش این میشه که ما فقط و فقط به نام الله پیوسته هستیم، از غیر الله مکمل چی کردیم؟ بریدیم. اونو وقت توحید آدم کامل میشه که به یک الله پیوست شوی، یعنی فقط رابطه تا با الله قایم بکنی. اونو وقت تو کامیاب و رستگار میشی، موحد بزرگ میشی. اگر نیکی به یک الله پیوست نشده ای، رابطه تو با غیر الله تبارک و تعالی است، الله رحم بکنه. مسلمانان امروز واره هم با الله رابطه داره، نماز میخونه، خو لیکن در وقت مشکلات و حاجتها به غیر الله آواز میده، قبرها را طواف میکنه، نظر به نام دیگران میکنه. از او خاطر چیست؟ او باز عقیده توحید خالص نداره. الله برش رحم بکنه اینطور مردم را که درک بکنه. بسم الله برای ما و شما این درس میده که توحید در الصاق یا پیوست بودن به الله. سوم معنا با برای تبرک است. الله تبارک و تعالی امر میکنه که شما شروع کنید در حالی که برکت حاصل کردنی باشه. چیست؟ بالای نمی پول که برکت حاصل کردنی باشه با نام های الله تبارک و تعالی. از همون خاطر با برای برکت است دیگه. معنی اینطور میشه که ما تبرک حاصل میکنیم تنها به نام الله تبارک و تعالی، نه به نام های کسی دیگره. از اون خاطر برکت حاصل کردن توسط نام الله تبارک و تعالی میشه، یعنی به خاطر که در نام های الله خیر کثیر است. ما مامورم به او شدیم. در بسم الله یعنی توحیدا را برای ما نشان میده. بسم الله را چرا از کل قرآن کریم پیش ذکر میکنه؟ علما در این مورد میگه که خلاصه قرآن کریم مکمل در حوامیم 7 است. کدام صورت هایی که اولش حامیم داره در او است. بعد از او خلاصه قرآن کریم در سوره فاتحه ذکر است، یعنی به طریق اجمال کل مطالب و مقاصد قرآن در سوره فاتحه است. و بعد از او به طریق خیلی اجمال همین مطالب سوره فاتحه در بسم الله الرحمن الرحیم ذکر است. دو وجه برشان بیان میکنیم که چه رقم بسم الله تمام مضامین قرآن در او ذکر است. امام رازی رحمت الله علیه یک مفسر مشهور است، اگرچه تفسیرش میگه که کل شی در او است، تفسیر در او نیست، جامع خشک‌تر است، اما چیز جمع کرده. خو لیکن در تقسیم مضامین قرآن خوب طرز العمل داره. و میگه کدام سورتایی که به الحمدلله شروع میشه مضمون قرآن هم شروع میشه. مضمونی که از الحمدلله تا سوره انعام است در اینجا مضمون خالقیت الله بیان میشه. در چی است؟ از سوره انعام تا سوره کهف مضمون چی؟ تربیت الله، که تربیت دهنده الله تبارک و تعالی است. از سوره کهف تا سوره فاطره مضمون چی؟ احوال قیامت بیان میشه. البته او دو جز داره، یکی نفی شفاعت قهری است. از او خاطر از سوره فاطر
بیان نفع شفاعت قهری است. در صورت دیگهش چیست؟ احوال قیامت بیان میشه. احوال قیامت شامل بسیار موضوعات است. همین 4 موضوع در سوره فاتحه است. الحمدلله در اینجا مسئله خالقیت بیان شده. در رب العالمین موضوع تربیت است. در الرحمن الرحیم موضوع رزاقیت است و در مالک یوم الدین موضوع احوال قیامت است.